از حرم تا خرید و ملخ‌های غول‌پیکر، چون از روز قبل حسابی خسته شده بودیم تا ساعت 8 صبح خوابیدیم. بعد از یه صبحونه مفصل مستقیم رفتیم حرم. یه برنامه برای خودمون گذاشتیم که هر روز 60 صفحه قرآن بخونیم تا آخر سفر یه دوره کامل ختمش کنیم. مسجدالنبی واقعا نمیتونم حس حالش رو توصیف کنم. یه آرامش عجیبی داره که فقط باید خودتون تجربه کنید. امیدوارم قسمت همتون بشه. نماز ظهر به جماعت خوندیم، بعد برگشتیم هتل و نهار خوردیم. طبق برنامه با کاروان راهی خرید شدیم که کاش نمیرفتیم. سوار ون شدیم و از خیابون‌های مدینه رد شدیم، ولی تمام مدت تو ذهنم یه سوال میچرخید: 1400 سال پیش اینجا چه شکلی بوده؟ دو تا مرکز خریدی که بردنمون اصلا ارزش وقت گذاشتن نداشت. پر از اجناس چینی درجه 3 بود که تو ایران همونا رو با کیفیت بهتر و نصف قیمت میشه پیدا کرد. به نظرم برای این سبک مرکز خرید وقت نذارید، فقط حسرت زمان از دست رفته رو می‌خورید. اسم مرکز خرید اول یادم نیست، ولی دومی اسمش القمه بود که اصلا پیشنهاد نمی‌کنم. برگشتیم هتل، شام خوردیم و دوباره رفتیم حرم. نماز نقل با اشاره به جماعت خوندیم و مثل شب قبل تو صف روزه رضوان ایستادیم. بعد از یک ساعت انتظار و چندین صف وارد شدیم. بیشتر مشغول نماز و قرآن خوندن بودم، برای همین زیاد عکس و فیلم نگرفتم. بعد از اون یه دور اطراف حرم زدیم. شاید عجیب باشه ولی اینجا واقعا به استارباکس میگن ستارباکس. بالاخره یه فروشگاه مارکم پیدا کردیم. لحظات آخر داشتم فروشگاه رو می‌بستم ولی تونستم سریع خریدمو بکنم و در نهایت ملخ‌های غول‌پیکر مدینه. باور نمی‌کنی چقدر زیاد و درشت بودن. اینم از روز سوم با همه حسای نابش، از آرامش وصف شدنی حرم تا اعصاب‌خوردی خرید و شگفتی ملخ‌های غول‌پیکر مدینه. هر روزش یه تجربه جدیده.